نام خداوند بخشنده نهایت مهربان. باید بار دیگر تشکر میکنم که این چیزی که هست شما برپا کردن برادران و جماعت ارجاعی یک چیزی هست که باید در تاریخ ما روزانه باید تکرار شود، تدریس شود تا اینکه نسل آینده ما در همین روحیه تربیت شود که آینده مثل اینها و از اینها زیادتر فعالیت و هدف و مرام داشته باشند برای آزادی ملت و دین. راستی چیزایی که مهمه درباره فرهنگ شهر و آیات شهید یا درباره که هدف بزرگی که این شخصیت‌ها پیش گرفتن و جون خود را در بدل برای آزادی ملت و دین خود اینا فدا کردن بسیار ناملا و دیگر برادران صحبت کردن و فقط یک چیز اقتباساً از آیات قرآن کریم می‌خواستم میشم نامتر ذکر بکنم درباره فضیلت شهید هدف شهید عموما چیزا ذکر کرده شد و چیزی که برای ما من می‌خواستم ذکر کنم در آیت سوره 154 سوره بقره آیت 154 تا 157 خداوند متعال ذکر می‌کند بسم الله الرحمن الرحیم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء ولكن لا تشعرون. در این باره برادران ذکر کردن راملا ذکر کرد که شما با کسانی که معنای این آیت این است که شما نگوید و گمان ندارید به کسانی که اونها کشته شدند برای خداوند اونها مرده هستند، بلکه اونها زنده هستند و ما انسان‌ها اونها را احساس نمی‌کنیم چون که در عالم دیگر هستند، در عالمی هستند که اونها زنده هستند. و در دوام آیت که منظوری من است که نکته ذکر کنم بسم الله الرحمن الرحیم ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرين. خداوند در دوام آیات می‌فرماید که ولنبلونكم با تأکید چندانی در آینه شما را امتحان می‌گیریم. این کسانی که از ما گذشتن شهید شدند و کسانی که باقی ماندند ما را خداوند اشاره می‌کند که هر آینه شما را امتحان می‌گیریم. برفتن نزدیکامون، برفتن عزیزامون، برفتن پدر و برادر و دیگر خویش و کاران که امروز در راه خداوند اینا رفتن خداوند ما را امتحان می‌گیرد. هر آینه این کار تأکید است که ما را حتما امتحان می‌گیرد. از من برادر یا پدر یا نزدیکی من گرفته است این مشکلی بالای من میاد، بالای دیگر عزیزان میاد. این است که خداوند میگه هر آینه شما را امتحان میگیریم و چی؟ بیشتر این من الخوف. یکم وقتی که پدر من را شهید کردن من دلم ترس میاد، برادر من زندان میکنند، دیگر اقربا من زندان میکنند. این نوع از خوفی است که بالای عزیزانی همون کسی که شهید شدن میاد. حتما این کار میبینید امروز رحمان و تمامی همون دستگاه ظالمش امروز میکنن. نه فقط یک انسان کسانی که اینا جرم نداشتن و اگرچند اینا به این اتهام به سر یک کس کردن و چی گناه داشتن برادران و پسران اونا و دیگر کسانی که نزدیک اونا بودن، لیکن ظالم اینا را حتما زندانی میکند، حتما اذیت میدهد، حتما پشت پاش تهدید میکند تا اینکه ما باقی مانده خوف در دل ما جا شود. این است که خداوند برای ما آشکارا ذکر می‌کند. شما را چی میکند؟ امتحان میگیرد به چی؟ به خوف و الجوع، دیگری که به گشنگی و ناداری. ببینید که وقتی که مال ما را گرفتن، خانه ما را گرفتن، ملک ما را، تجارت ما را گرفتن، حتما در زندگی ما نوع از کمبودی ریسک و دیگر مال و پول می‌آید. و نقص من الاموال و الانفس و این چنین بعضی از ما را وقتی که امتحان خداوند آمد و نقص من الاموال و الانفس و الثمرات و این چنین این همون
چند ساله خدمت و یا که تجارتی داشتیم یا چی داشتیم، ثمره که باید اون بدس می‌آوردیم اونا را از پیش ما میگیرن و خداوند ما را امتحان میکنه به این چیز. ما باید در این آماده باشیم. و نقص من الاموال و الانفس و الثمرات و بشر الصابرین. ببینید بالای این امتحان‌ها و این مشکلات‌ها خداوند ما را چی میکند؟ بشارت بدهید به کسانی که در این راه صبر میکنن که عزیزاشون از دست میتین، اقرباشون از دست میتین، شهید میشوند و این مشکلات‌ها بالا شود. حتما برای اونا بشارت بدهید که کسایی که در این راه صابر میباشند، ثابت قدم میباشند، بالای همه فتنه ها یک طرف میکنند و ثابت قدم میشوند، خداوند برای اونا را بشارت میدهد. دوام آیات ببینید که و بشر الصابرین و بشارت بدین صبر کنندگان را الذین اذا اصابهم مصیبه قالوا انا لله و انا الیه راجعون. و بشارت بدین به کسایی که اونا در این راه از دستی که اقربای اونا شهید شدن، از بین رفتن، اذیت دیدن، مالشون گرفتن و خداوند گفت که شما بشارت بدید اون کسایی که وقتی که همین مشکلات ها بالاشون آمد چیکار کردن؟ گفتن که انا لله و انا الیه راجعون. ما از خداوند هستیم و طرف خداوند باز میگردیم. یعنی این مال دنیا، چیزی دنیا، حتی نفس ما از خداوند است، از ما نیست، یک امانتی است. برای همین برای ما خداوند برای ما چیکار کرد؟ اشاره کرد در قرآن آشکارا که شما ای کسانی که در این راه، در این هدف بزرگ، هدف مقدس است، راه مقدس است، در این وقت قیام کرده حتما آماده باشید برای این امتحانات و بعد از اینکه شما اگر ثابت قدم باشید در این راه، صرف نظر از مشکلات ها و فتنه ها و دیگر چیز، شما را خداوند بشارت به این داد که برای شما الذین اذا اصابهم مصیبه قالوا انا لله و انا الیه راجعون اولئک علیهم صلوات من ربهم و رحمه و اولئک هم المهتدون. اون کسانی که صبر کردند، اون کسانی که در این راه اذیت‌ها را تحمل کردند، برای اونها را خداوند بشارت داد و خداوند برای اونها را چی گفته که اولئک علیهم صلوات درود بر اونها باد من ربهم. از کجا؟ از جانب کس شخص نه، از جانب من ربهم، از جانب پروردگارشان. من ربهم و رحمه، و این چون رحمت خداوند، برکت خداوند بالای اونها بود و اولئک هم المهتدون، اونها هستند در حقیقت هدایت یافته هستند. فقط من خواستم فقط اشاره در همین آیت، در همین نقطه‌ای که امروز در حقیقت ما در همون مرحله قرار داریم. امروز نزدیکای ما، برادرای ما، پدرای ما، نزدیکای ما، دوستای ما امروز رفتن راه شهادت خداوند، شهادت ما را قبول بگردانند و امروز ما ماندیم و امروز در همون امتحانی که خداوند اشاره کرده است ما هستیم، در همون فتنه ها، در همون مشکلات ها، نقص اموال و نقص انفس و دیگر همه این چیزایی که خداوند ذکر کرد در همون ما قرار داریم. ما را خداوند امتحان میگیرد، امتحانی حتمی است. برای همین ما امروز باید هر روز یعنی همین روز شهدا باور بکنید که من پیشنهاد میکنم که همین تاریخ یعنی شهدا همچون کتابی شود به زبانی که اکثر مردم ما که در هجرت هستند و بیرون از هجرت هستند اینها را بآموزند. امروز وقتی که کتاب‌های تاجیکستان وقتی ورق می‌زنیم، حتی کتاب گیوگرافی که رحمانوف اصلاً بین کوه و دشتی فرق نمی‌کند، اول صفحات می‌کشیم عکس رحمانوف است. در کتاب الفبا وقتی او زیر الفبای تاجیکی است، حتی که اگر فرصت بیاد کلمه الفبا را به چیز دیگر تبدیل می‌کند، لیکن وقتی می‌کشیم اول صورت رحمانوف است. ما باید همین چیزا در نسل آینده مسئولیت داریم که برای روزانه باید این را بآموزند، حتی سوال‌ها شود، جواب‌ها شود، حتی یک مسابقه‌های شود که درباره شهدا باید که بآموزند، توفیق بگیرند، همین یک طریقه تشجیع شود که تا اینکه با ما خودمون و دیگر فرزندان آینده این مردم درک بکنیم. ببینید که امروز یک چه گیواره امروز تمام جهان عکساش در اگر جای نیست ذکر بکنیم، حتی همین بوکسوری که مایک تایسون در تنش او را نقش بسته است، چه گیواره خودش مثال افریقایی است، این از کوبا و از دیگر جا برای چی یک قهرمان باقی ماند. اگر ما تربیت خوب بکنیم و آینده فرزندان اینا در سر سینه‌های ما در
در وجود ما اینا نقش می‌بندند تا اینکه هدف و آرمانی یا گرفتن اون بود که دین بود، آزادی دین آزادی ملت بود. انشاءالله ما به همون میرسیم. و دیگر این است که بازم استادان و برادران ذکر کردن در گفتن ما هر وقت در فکر زندانیا باشیم. باور بکنید که نواری که این روز پخش شد در رادیوی آزادی از مادر سهراب ظفر خیلی سخت بود بر ما، خیلی خصوصا بر ما که ما این روز مجلس نهایی رو داشتیم و حتی رو داشتیم، کسی نبود که دیگر تحمل کرده بتونه به هم. یکی خیلی سخت است که مادر امروز برادرش که یک عمر زندان کردن، فرزندش که 14 سال ندید امروز 30 سال زندان کردن بدون کدام چیزی، در حالی که رحمان این کار کردنش همون خوف میخواد در دل ما جا کند، همون ترس میخواد دل ما جا کند، همون فتنه ای که به هر راههایی که میخوان داخل کنند. برای همین من همچون اول نصیحت به خودم و تمام برادران که امروز راه ما رسیدن به اهداف بزرگ است، باید از تمام فتنه و همون چیزایی که اینا صد راه میشن با از اونا باید دور بشیم. باید دور بشیم که اگر خدای نخواسته باز همون سالی که اینا هر وقت برای مردم 30 سال 50 سال بگذرد، سال 92 میگن، همون چیزا باز خدای نخواسته به رنگی دیگر داخل نکنن که ما را در بین ما یک چیزی نه، یک فتنه نه داخل کنن که یک گرفت بگیریم. برای ما باید خداوند بالای ما تطبیق میشود که هرگاه که شما در بین تو اختلاف کرده قوه شما از بین میرود، اون وقت 30 ساله 50 سالگه دیگر نسل ما در این کشورها نابود میشود. برای همین بازم اول به خودم نصیحت به خودم و دیگر برادرها که مسئولیت داریم، این همون سرنشت حیاتمون بکنیم. این انسان ها را، اهداف اینا را و امروز کسایی که در زندان هستن اونا را در حقیقتا مثل که امروز لفظی که استفاده میبرن پروپاگاندا نه، تبلیغاتی که ما که هدف و آرمان هستن اینا را حتما باید که در وجود آینده نسل ما داخل بکنیم. و دیگر بخشش باشه که سخن در طولانی کرده باشم. خداوند نگهدارتون باشد. و در واقع تشکر میکنم از تمام کسایی که از دور نزدیک آمدن و این مجلسی برکت چی کردن، قایم کردن. سلامت باشید.